لقمان حکایه میکنن که بار مولاش گفت که لقمان گفت امسال گفت برای من جو بکار. جو حضرت رفته در زمین کنجید پرتافتند. وقتی که حاصل شد حضرت کنجید را درآویدند و نزد مولا بردند و گفتند مولا گفتند حاصل برداشته شد. حضرت آمدن نگاه کردن مولای لقمان که خوابچه ها پر از کنجید است. گو من بر شما نگفته بودم که برای من امسال جو کارید. حضرت لقمان گفتند من تصور کردم که اگر کنجید در زمین پرتافته شود شاید که حاصل جو شود. این مولا گفتند تو ابله بوده ای، تو بی عقل بوده ای، نخواد که کنجید در زمین پرتافته شود و حاصل جو برداشته شود. گفتند من ابله نیستم بلکه شما ابله هستید، زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجید پرتافته شود شاید که حاصل جو گردد. یعنی وقتی که انسان گناه میکند، بینمازی میکند، باز امروز در بین ما و شما یک شعار است همین دل تازه باشد. این نماز، این عبادت، این مسجد، ولی بعضی دخترهای هستند که خدا برکت شانتیت که مثال سطرها دارند، با بعضی زنهای دیگر اونها را با مذاق میکنند. همین سرت هم کشاده هم که باشد دل تازه باشد. این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمام مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. هر عملی که ما و شما میکنیم در نزد پروردگار همان عمل را ما و شما منتظر باشید. و از همه چیز مهم برای ما و شما امروز نماز است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندها تانه در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت بوای نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امر به نمازش کنین. واضربوهم و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند و یا لط کوب کن، وی را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشان جدا کنید. این جاگه خوابی که اگر همراه شما باشند ویها را در دیگر خانه برین. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد جاگه های خوابشان جدا کنید. گفتم پیغمبر کاری کنید که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند. این است باب بی نماز. این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند. یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چی هست؟ منتظر است.